6 سال پیش در نتیجه یک حمله مرگ طلبانه شوهر این خانم افغان به هلاکت رسید. از آن وقت به این سو دلخواه سلطانی و 4 فرزندش با خرج روزمره معادل به همگی $3 امریکا روزگاری سخت دارند. بسیار رنج میکشم. میتونم پشتکاکای ما بی پدر هستند، احتیاج مردم هستند. یک ټوټه نان خوش در خانه پیدا نمیشه بیادر. وقت خوش بودیم مالی تو بیوار شدم، در بدر شدم. چی کنم؟ تا چند ماه پیش خانم سلطانی از حساب شستن لباس در خانه های مردم درآمده به دست می آورد، ولی سرایت کرونا ویروس او را از شغلش محروم کرد. ما روزه شده حال کار نیست. کسی در خانه خود مرا نمیخواد خاطر مرض. میگه مرض از بیرون میاری. بسیار روزگار ما خراب است. پیسه ندارم که بچه ما سرش جور کنم. پیسه ندارم روغن بخرم، آرد بخرم. افطاری چیزی نمی داشته باشیم. سر از میانه های ماه مارس در شهرهای افغانستان کرانتین و محدودیت جاری شده است. در این کشور تا 14 می رسما 5639 حادثه سرایت کرونا ویروس تصدیق شده. طبق اطلاع وزارت بهداشت افغانستان 136 نفر به هلاکت رسیدند. بالاروی نرخ‌ها در ماه شریف رمضان ضربه دیگری می باشد که به خانواده سلطانی اثر کرده است. اگه پدرم زنده می بود حالا ما در این روزگار نمی بودیم، در خانه نمی بودیم، مگه در ماه مبارک رمضان هیچ چیز خال نداریم. اگه پدرم می بود خوب نان می خوردیم، خوب غذا داشته باشیم، خوب یک خانه می داشتیم، خوب یک زندگی خوب آرام می داشته باشیم. جنگ ائتلاف بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا با طالبان افغان که نزدیک به 12 ساله ادامه دارد، بیش از 2 میلیون بیوزن افغان را به دستنیگری کمک‌های خیریه تبدیل داده است.